سلام دوستان، میخوام شلنگایی که اینجوری تاب خوردن، میبینید حلقه، چون اینا از کارخونه که میاد حلقه میشن دیگه، تو پاشون 50 متری 100 متری اینجا حلقه میشن. اینا رو چجوری از توی سوراخ‌ها رد کنید پایین؟ این سوراخ میبینید داخلش چجوریه؟ تو خالیه دیگه. میبینید شلنگ اینجوری گرد باشه پایین نمیره، میره داخل خود سقف. از این بالا دیگه پایین رد نمیشه، هر چی ول میکنی میره داخل سقفت. میبینید رد نشده، الان رد نمیشه، گیر میکنه به سقف و چون همون حالت سرش گرده خم گرفته دیگه پایین نمیره. حالا میاد چیکار کنید که این رو راحت بتونید رد کنید از سقف؟ میایم یه مته، حالا من مته دارم، مته‌مو میزنم. میتونید حالا لوله چیز نازکی، حالا آهنی، هر چی که داشتید، طوری که داخل این شلنگ بره. حالا من داخل این شلنگ میزنم، بهتون نشون میدم چجوری رد. داخل این شلنگ زدم، حالا از داخل این سوراخ رد میکنم بره پایین به همین راحتی. مرسی، خداحافظ.